درود دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی از دوستان پرسیده بودن که چطوری میتونن به سوالهایی که ما تو این دوره آموزشی یوتیوبمون قرار دادیم دسترسی پیدا کنن و اینکه ما تصمیم گرفتیم که یه پروژه‌ای رو انجام بدیم که این سوالا برای همه قابل دسترس باشه به صورت رایگان و اوایل این هفته موفق شدیم که یک اپلیکیشن موبایلی رو به عنوان Australian Citizenship Quiz داخل مارکت گوگل پلی و اپل استور منتشر کنیم و الان میتونید شما از این برنامه استفاده کنید، دانلودش کنید به صورت رایگان. خب من اینجا یه شبیه ساز گوشی موبایل دارم، میخوام بهتون توضیح بدم که این برنامه چطور کار میکنه و چطور میتونید ازش بهره ببرید. خب صفحه اول، خب لوگوش که به این شکل هست، یه دونه کانگورو یا امیو هست و زبان انگلیسی و فارسی دوتا دکمه است که میتونید انتخاب کنید و اینکه لینک گوگل پلی و اپل استور هم براتون در بخش کامنت همین در دیسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم. پس وقتی شما رو انگلیسی کلیک کنید، اول سوالا رو واسهتون آماده میکنه و اینکه 20 تا سواله و از هر بخش 5 تا سواله طبق کتابچه ارائه شده توسط اداره مهاجرت و سوال داریم و گزینه ها. برای مثال اگه من جواب اشتباه رو بزنم قرمز میشه و جواب صحیح رو به من نشون میده و اینکه میتونید اینجا بعدش next رو بزنید، برید سوال بعدی و همینجوری ادامه پیدا میکنه و در نهایت به شما نتایج آزمون رو میده و اینکه از هر بخشی چند تا سوال صحیح زدید، چند تا سوال اشتباه زدین و آیا اینکه قبول شدید یا نه. خب از اونجایی که خیلیاتون میدونید اگه شما یکی از سوالهای Australian Value رو هم حتی اشتباه بزنید فیلیر هست، ردیه و اینکه اوورال باید 75% سوالات درست جواب داده بشه. بعد وقتی که تو این صفحه نتایج هستید و من الان فقط اسکیپ کردم و شانسی رندوم جوابا رو زدم، میتونید دوباره امتحان بدید یا به صفحه اصلی برگردید. خب من به هوم اسکرین برمیگردم، به صفحه اصلی، برای اینکه میخوام زبان فارسی رو این دفعه انتخاب کنم. خب پس روی زبان فارسی کلیک میکنم. وقتی شما روی زبان فارسی کلیک میکنید اینجا دو تا باتن دارید، دو تا دکمه دارید، یه دونه بعدی هست، یه دونه نمایش ترجمه. وقتی نمایش ترجمه رو بزنیم همونجور که میبینین به شما ترجمه سوال و ترجمه گزینه ها رو میده. حالا این سوال گزینه هاش ترجمه اونچنانی نداره، ولی حالا یه سوال بعدی رو برم، سوال ترجمه هاشو به من نشون میده و همونجور که میبینید میتونید باش انتخاب کنید و وقتی میرید سوال بعدی دوباره این ریست میشه، یعنی دوباره اول انگلیسی رو به شما نشون میده. اگر خواستید به صورت آپشنال میتونید ترجمه رو واسه هر سوال انتخاب کنید. خب ببینید ما همه تلاشمون رو کردیم، از چندین مترجم کمک گرفتیم که این سوالها به صحیح ترین نحو ممکن آماده بشه، ولی باز هم امکان خطا وجود داره و
از شما خواهشمندم که اگر اشکالی تو سوالا میبینید، اگر ترجمه اشتباهه، اگر گزینه انتخاب شده، گزینه‌ای که به عنوان سبز نشون میده اشتباهه، شما اینجا ما یه علامت تعجبی هست این بالا سمت راست، شما اگر روش کلیک کنید میتونید و برای دکمه سابمیت کلیک کنید، برنامه باز ما یه ریپورتی میفرسته که ما میتونیم بررسی کنیم که اصلاح بشه به صورت و تو سعی میکنیم که در اسرع وقت اصلاح بشه و در دفعه بعدی که با این سوال روبرو میشید ترجمه یا جواب صحیح رو بگیرید. و نکته دیگه ای که هست، اگر شما یه آپشن دیگه ای هست که اگر روی سوال یا گزینه ها لانگ پرس کنید، یعنی چی؟ یعنی انگشتتون رو نگه دارید برای چند ثانیه، این به صورت اتوماتیک برای شما سوال به صورت انگلیسی میخونه. یعنی نیازی نیست که مثلا حالا سوال خیلی سرراسته، یعنی اگه نگه دارید براتون میخونه، ولی آپشن ها حالا چون آپشن هم تپ کردن جواب بهتون نشون میده، هم واسه اینکه بشنوید گزینه رو به انگلیسی، نیازی نیست که تپ بکنید رو آپشن، فقط باید دستتون رو بذارید نگه دارید واسهتون تلفظ میکنه. چون این فیچر یه ذره تریکیه، یه ذره تو گوشی های متفاوت کیفیت صدا ممکنه متفاوت باشه و اینکه iOS و اندروید کیفیت های متفاوتی از حتی ورژن های مختلف، اگر و ممکنه حتی رو بعضی گوشی ها کار نکنه. ما سعی میکنیم تو نسخه های بعدی بهترش کنیم، ولی به خاطر رنج گوشی هایی که وجود داره، یعنی هزاران نوع گوشی وجود داره و متاسفانه ما نمیتونیم مثلا همه گوشی ها رو کاور کنیم. ما سعی میکنیم مجوریتی یا اکثریت رو کاور کنیم، ولی اگر رو گوشی شما کار نکرد حتما تو بخش کامنت این ویدیو بنویسید یا بازم میتونید به صورت دایرکت بفرستید اشکالاتون. حالا ایمیلم واسهتون قرار میدم که اگر خواستید به صورت مستقیم به من ایمیل بدید بتونید اشکالات ایمیل کنید و امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که ما میتونیم اینو بهترش کنیم، حتما در بخش کامنت این ویدیو برای ما بنویسید. امیدوارم که استفاده کنید و براتون مفید واقع بشه. و پس تا دیدار دیگر از شما خداحافظی میکنم. بدرود.